خب بیا مستقیم شروع کنیم. تصور کن که یه روز بدون وای فای هستی. نه اینترنت داری، نه میتونی فیلم ببینی، نه بازی آنلاین انجام بدی، نه حتی یه پیام ساده بفرستی. حالا سوال اینه: چطور اینترنت بدون سیم میاد تو گوشی ما؟ چطور گوشی ما بدون هیچ سیمی دیتا رو دریافت میکنه و دوباره تبدیل به چیزی میکنه که ما میبینیم یا استفاده میکنیم؟ این راز پشت پرده وای فایه. امروز میخوایم کامل و راحت درباره‌اش صحبت بکنیم. وای فای در واقع یعنی اینترنت بی سیم، ولی این اسم فقط یه اسم جذابه. پشتش تکنولوژی فوق‌العاده‌ای خوابیده. من فکر می‌کنم وای فای مثل یه معجزه عمل میکنه. ولی واقعیتش اینه که وای فای امواج رادیوییه. درست مثل رادیو یا بلوتوث. فقط اطلاعات رو به صورت موج میفرسته. مودم یا روتر ما مثل فرستنده عمل میکنه و دیتا رو به امواج تبدیل میکنه و گوشی یا لپتاپ ما گیرنده است و دوباره اون موج‌ها رو تبدیل به دیتا میکنه که ما ببینیم یا استفاده بکنیم. حالا تصور کن که مودم توی اتاقه و سیگنال میفرسته. وقتی تو کنار مودم هستی همه چیزت عالیه و سرعتت بالاست. ولی وقتی میری پشت دیوار یا یه طبقه بالاتر، یه مقدار سرعتت کمتر میشه. دلیلش اینه که امواج رادیویی مسیر مستقیم دارن و دیوارا یا موانع باعث ضعیف شدنشون میشه. جالبه بدونی که فاصله و موانع تاثیر مستقیم روی سرعت و کیفیت وای فای دارن. در مورد فرکانس ها هم باید بدونی که وای فای معمولا روی 2 تا فرکانس کار میکنه. 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز. فرکانس 2.4 برد بیشتری داره ولی سرعتش کمتره و 5 گیگاهرتز برد کمتری داره ولی سرعت خیلی بالاتری میده. حالا با ورود به وای فای 6 و وای فای 7 تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و سرعت بالا رفته و تأخیر کمتر شده. این یعنی میتونی همزمان فیلم ببینی، بازی آنلاین انجام بدی و دانلود هم بکنی بدون اینکه با هم دیگه تداخل داشته باشه. حالا شاید برات جالب باشه که اصلا تاریخچه وای فای از کجا شروع شده. تو دهه 90 اولین استاندارد وای فای به اسم IEEE 802.11 شکل گرفت. تو ابتدا سرعتش خیلی پایین بود و محدودش کوتاه بود. ولی به مرور پیشرفت کرد و وارد زندگی روزمره ماها شد. حتی وای فای از تکنولوژی بلوتوث و رادار الهام گرفته و تبدیل به چیزی شد که امروز نمیتونیم بدون اون زندگی بکنیم. یه نکته دیگه امنیت وای فای که خیلی مهمه. اگه اطلاعات بدون رمزگذاری منتقل بشه، هر کسی میتونه اون وسط بدزدتش. به همین خاطره که استانداردهایی مثل WPA3 ایجاد شده که دیتا رو رمزگذاری میکنه و امنیت شبکه رو بالا میبره. واسه همینه وقتی گوشی یا لپتاپ به وای فای وصل میشه نه تنها دیتا منتقل میکنه بلکه با یه رمزگذاری محافظت شده اونا رد میکنه که کسی نتونه بدون اجازه بهش دسترسی داشته باشه. یکی از چیزهای جالب دیگه اینه که هرچی دستگاه بیشتری به یه روتر وصل باشن، فشار روی اون دستگاه بیشتره و سرعت اینترنت ممکنه کم بشه. همچنین نویزهای محیطی مثل مایکروویو یا دیوارهای ضخیم میتونن روی کیفیت سیگنال تاثیر بذارن. واسه همین دلیله که بعضی وقتا توی اتاق هست اینترنت کنده و توی اتاق دیگه مشکل برطرف میشه. وای فای تو زندگی روزمره ما کاربردهای زیادی داره. از استریم فیلم گرفته تا بازی آنلاین تا تماس‌های تصویری و کنترل خونه هوشمند. همه چی الان بستگی به وای فای داره. بدون وای فای زندگی دیجیتال امروز عملاً غیر ممکنه. حالا برید نگاه به آینده بندازیم. وای فای 7 داره میاد که خیلی سریع‌تره و تأخیر رو کمتر میکنه. شبکه‌های مش پوشش کل خونه رو بدون نقطه‌هایی که کور باشن در دسترس میذاره و اینترنت اشیا همه چیز رو با هم دیگه وصل میکنه. یعنی یخچال، تلویزیون، گوشی و حتی لامپ‌ها با اینترنت به هم وصلن و میتونن با هم ارتباط برقرار کنن. مثلا اگه جمع‌بندی بکنیم، وای فای یعنی اینترنت بدون سیم با استفاده از امواج رادیویی، مودم فرستنده است و دستگاه‌های ما گیرنده است. فرکانس و فاصله تعیین کننده سرعت و کیفیتن و تاریخچه‌اش هم از دهه 90 بوده تا امروز که باعث شد زندگی ما به این شدت به تکنولوژی وابسته بشه. اگه تا اینجای داستان با من بودی، لایک بکن و کانال سابسکرایب کن چون ویدیوی بعدی قراره درباره چیزای خفن‌تری باشه. حالا یه سوال مهم: بدون وای فای زندگی چقدر سخته؟ حتما توی کامنت برام بنویس.